تنها مقام ارشد طالبان که در 3 سال گذشته هیچگاه سلاحش را از خود دور نکرد، حتی در نشست‌های رسمی و اداری. برایش فرقی نمی‌کرد که مهمانش یک فرد داخلی است یا یک مقام بلندپایه خارجی. تفنگ در بغلش و قطار فشنگ بر شانه‌اش. او از نخستین مقام‌های ارشد طالبان بود که پس از سقوط دولت پیشین وارد کابل شد. خلیل الرحمن حقانی نخستین عضو کابینه حکومت طالبان است که در یک انفجار کشته می شود. او برای 3 سال به عنوان وزیر مهاجران و عودت کنندگان طالبان کار کرد، اما به روز چهارشنبه در یک انفجار در کابل کشته شد. انفجاری که در محل کار او در داخل محوطه وزارت صورت گرفت. خلیل الرحمن حقانی برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و کاکای سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان بود. پس از سراج حقانی او از ستونهای اصلی و فرد تأثیرگذار در درون شبکه حقانی بود. گروهی که ماشین اصلی جنگ طالبان در برابر دولت پیشین و عامل کشتار بیرحمانه غیر نظامیان بود. در سال 2011 وزارت خزانه‌داری آمریکا او را یک تروریست جهانی معرفی کرد. آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. طالبان اعلام کرده که این حمله کار داعش بوده است. بسیاری ها اما این حمله را نتیجه اختلاف‌های داخلی این گروه می‌دانند. اختلاف‌هایی که با سخنرانی 3 روز پیش سراج الدین حقانی بیشتر آشکار شده است. اینجا در مراسم فراغت از طلبه‌های یک مدرسه دینی در منطقه ارغندی کابل. او در اینجا به صورت تلویحی از سیاست‌های رهبری این گروه به شدت انتقاد می‌کند. می‌گوید که دین را انحصار نکنیم. قربان کو خدا دین مچا ته خلاص ور نکو نن دین نن ملګری داس نه کوي چې دین یوازې ما حق دی زه منحصر کوم په ځان پورې وتړم دا پانټا ګرځوم. از دیدی بسیاری ها حالا این اختلاف ها به حذف فیزیکی سران دو جناح کشیده شده است. جناح قندهار به رهبری هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و جناح شبکه حقانی به رهبری سراج الدین حقانی. لحن سراج الدین حقانی هم تندتر شده است. بلکې چې دا په زموږ کمزورتیا کوي په دې کې فکر به داسې نه کوئ چې نه نن وروسته زه واکمن یم که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه ته خدای ته مسؤله یې. په سوریه کې یو غټ تحول راغی چې د نیمې پیړۍ یو حکومت چې زوی او پلار کاوه تقریبا د 450 کالو حکومت چاپس وړاندې سو له بین ولاړ. د ظلم او استبداد حکومتونه به همیشه هم دغسې وي. این بار اول نیست که وزیر داخلی طالبان از سیاست‌های سختگیرانه رهبری این گروه انتقاد می‌کند. در ماه ثور سال روان خورشیدی نیز او در یک سخنرانی در خوست گفته بود که انحصار به نفع این گروه نیست. در 3 سال گذشته اختلاف‌های درون گروهی طالبان بارها خبرساز شده است. اما با کشته شدن خلیل الرحمن حقانی به نظر می رسد که این اختلاف‌ها وارد فصل تازه‌ای می شود. مرحله‌ای که بسیاری ها امیدوارند به نابودی این گروه در افغانستان تمام شود.